دلال جنایتکار عطا محمد نور، خونخوار سمت شمال و جنایتکار جان هموطنان در 18 سال زورگویی. ما میخواهیم که رئیس صحت عامه برکنار شود و جایش کسی بیاید که واقعا بتونه به داد مردم برسه. قربانی طمع خواستهای غیر انسانی ربیع، نابترین ها مستقیما به شخص شاهنشاه خونخوار بلخ عطا پارسل می‌گردید. ما رئیس صاحب صحت عامه را نمیخواهیم. رئیس صاحب صحت عامه برای ما توجه نمیکنه. اما روال را ربیع طور عیار نموده بود تا همه شفاخانه های شخصی مولانا با پرداخت پول معاینات را انجام دهد. در این زمینه با کنسولگری ایران رسما قرارداد داشت. ربیع زمینه ساز عیاشی های عطا با روسیان عربی، ایرانی، مراکشی و روسی در دبی و اروپا شد. دکتر میرویس ربیع، دلال جنایتکار عطا محمد نور، خونخوار سمت شمال و جنایتکار جان هموطنان در 18 سال زورگویی و سوء استفاده از وظیفه. او با استفاده از رئیس بودنش از نخودپزی به دلارپزی تبدیل شد. میرویس ربیع فرزند میر غلام محمد نخودپز، باشنده اصلی گذر عزیزآباد ولایت بلخ است. ربیع در مکتب سلطان غیاث الدین با بیچارگی درس خواند و زندگی به حد درمانده‌اش نموده بود که برای خرید یک بسکیت و کتابچه شب روز سر کارش با بچه‌بازهای مشهور آن دوره بود و با چنین شخصیت و گذشته محصل گردید. بعد از فراغت به کمیشن کاری دوا میان در ملتون‌های داخل شهر و مخصوصاً جوار شفاخانه‌ها مصروف کار شد و چند بعد معاینه خانه شخصی باز کرد. از آنجایی که مریض نداشت علاقه به آن نگرفت. اکثر روزها بیکار بود و با بایسکل کهنه‌اش میان شهر و خانه سرگردان بود. همچنان دوافروشان شهر مزار شریف به علت فرومایگی شخصیت او حاضر نبودند یک بوتل شربت را بدون پرداخت پول به او دهند. سالهای 1367 مصادف به بی‌نظمی‌های تنظیمی بود. 4 چوک روضه به دست 4 دار غدار جهادی و دوستمی قرار داشت و هر روزه اختطاف، ترور، تجاوز، دزدی و جنگ‌های کوچه به کوچه به ده‌ها کشته و زخمی از جمله شوخی‌های جهاد پسند محسوب می‌شد. آن زمان هیچ قرابت فامیلی و تنظیمی میان او و عطا نبود. هنوز نفقه زن اول را پوره نمی‌توانست، چی رسد به هوس ازدواج با دختر کاکای زن عطا که بعدها به عنوان زن بر او تحمیل شد. اداره به اداره گشت اما صاحب کار نشد. سرانجام دوباره به فاکولته طب بلخ، جایی که از آنجا در سال 1373 فارغ شده بود، به صفت مدیر تدریسی مقرر گردید. در این زمان بعد از خوشگذرانی با دختر عیاش ابراهیم گران که محصل سال 1377 فاکولته طب بود ازدواج کرد. این وصلت ربیع را به عطا نزدیک ساخت تا حدی که او همیشه به عنوان جانشین مقام ولایت بعد از نصب خودش به پست‌های بالا یادآوری می‌کند. ربیع زمینه ساز عیاشی‌های عطا با روسیان عربی، ایرانی، مراکشی و روسی در دبی و اروپا شد. از جانب دیگر مدیریت‌های تدریسی تمام فاکولته‌ها در سطح کشور منبع عمده دزدی، فساد و خیانت در خدمت به ریاست‌های پوهنځی هاست، نه جایگاه معضلات محصلان. میرویس ربیع بردار و ندار صحت عامه مزار حاکم بود و با استفاده از موقف اداری و حمایت سیاسی والی غدار بلخ دست به هر گونه عمل فجیع میزد. از غارت دوا تا سوزاندن شفاخانه و از تأسیس شفاخانه و انستیتوت صحی شخصی تا به عزت ساختن نرس‌ها و قابله‌های بیکس و خرید ده‌ها بلند منزل در مزار، کابل و دبی. جنایات میرویس ربیع به عنوان فرد دوم در حلقه فساد و مافیا گستر عطا
در بخش‌های مختلف مختصراً مرور می‌کنیم تا چهره یک مفعول و دزد بیشتر نمایان گردد. شفاخانه الفلاح حاجی مجید سنچارکی با سرمایه گذاری 7.5 لک دلار مالک اصلی الفلاح بود. ربی در روز افتتاح شفاخانه با زور مجید را مجبور کرد تا او را شریکش سازد. بعدها مجید را با تهدید از شهر فرار داد. شفاخانه بین المللی مولانا، انستیتوت علوم صحی مولانا، خانه در مکرویان کابل، خانه و تجارتخانه در دبی، باغ افسانوی به وسعت دجریب در منطقه بابا یادگار مزار، خانه در گذر عزیزآباد شهر مزار، شراکت در کلینیک جراحی و ارتوپدی خواجه نور محمد فیض، کلینیک تشخیصیه و معالجوی آریان افغان، کلینیک تشخیصیه بلخ باستان و کلینیک مرمرین. شفاخانه مولانا در عین زمان که مردم بیچاره ما را زنده پوست می کرد، محل عیاشی و خوشگذرانی ربی و باندش بود. در رأس اکثر شرف‌ماختگی های جاری در شفاخانه مولانا، برادرش میر قادر ربی و دکتر ادریس از بدنامان پرچمی قرار داشت. همچنان انستیتوت صحی مولانا که در بخش های تکنولوژی، نرسنگ، قابلگی و دندان فعالیت داشت، نظر به مکتوب رسمی وزارت صحت عامه سالانه باید 30 محصل را در هر بخش استخدام و از هر سمستر 9000 افغانی فیس دریافت نماید. اما ربی با زور خویش هر سال به تعداد 170 محصل را با تدریس در 2 تایم جذب کرده و فیس را نیز تا 30,000 افغانی بلند برده است. ربی همچنان جهت جذب تعداد بیشتر به آمریت قوانین صحی و بررسی صحت عامه دستور داده است که هر محصل تازه وارد به مولانا حق کار به صفت دواساز در دواخانه های شهر را دارد. استادان میگویند که ما حتی صلاحیت ناکامی شاگردان را نداریم، زیرا اداره مولانا بعد از اعلام نتایج چانس اول بدون مشوره با ما دوباره امتحان گرفته و همه کسان را کامیاب می کردند. ربی در آریا مارکت محل نمایندگی شرکت‌های بزرگ دوا در مزار دیوانه زنجیره‌ای به نام رئیس نثار که همه برنامه‌های غارتگری او را مو به مو عملی می‌ساخت، هر زمانی که ربی گرسنه می‌ماند گرگان پاشگیر خویش را به جان دکتران و دوافروشان می‌فرستاد، با تهدید، ربط و بهانه‌گیری‌های مضحک رشوه اخذ می‌کرد. چنانچه ماهانه بین 30 تا 50,000 دلار از این بابت صرف از مارکت آریا به خزانه شخصی ربی اضافه می شد. مدیریت نرسنگ در رأس آن شاکر نرس یکی از نزدیکان ربی قرار داشت. او بیشتر به جذب کارمندان زن علاقمند بود و معیار پذیرش فقط سر و صورت ظاهری بود. بعد تعداد از این زنان مظلوم که از تنگ دستی می خواهند کار کنند، قربانی طمع خواستهای غیر انسانی ربی، نابترین ها مستقیما به شخص شاهنشاه خونخوار بلخ عطا پارسل می گردید. ما میخواهیم که رئیس صحت عامه برکنار شود و جایش کسی بیاید که واقعا بتونه به داد مردم برسد. معاینه خانه هایی که به زور تفنگ از این ساحه رانده شدند. نخست محل تجمع عده کثیر از دکتران در قلب شهر، جایی که برای همه مردم به آسانی قابل دسترس بود، به هم زد تا مریضان از ساحات دور و ولسوالی های اطراف مزار به شفاخانه ها و کلینیک های شخصی مربوط به خود ربی مراجعه کنند. در اقرب سال 1391 ربی حکم جدید برای لابراتوارهای داخل شهر صادر کرد، مبنی بر اینکه هیچ یک از مراکز تشخیصی تکنولوژی نمیتواند از ساعت 8 صبح الی 2 بعد از ظهر در خدمت مریضان باشد. این قانون خاص منحصر به مزار نمونه شاخداری از حکومت مافیایی و پر از فساد عطای نور است. دلیل این عمل شرم‌آور و کاملا آفتابی است و آن اینکه مریضان تنگ دست و بیچاره باید فقط به شفاخانه‌های الفلاح
و مولانای ربیع مراجعه نمایند. شفاخانه حوزوی بلخ یگانه مرکز تخصصی در شمال کشور است. به همین منظور مغلق‌ترین واقعات از 8 ولایت شمال و شمال شرق به اینجا مراجعه می کنند، اما بدبختانه همین شفاخانه تا در آن زمان هنوز سرویس طبی عدلی که عملاً کار انجام دهد نداشت. از سوی دیگر ربیع با استفاده از زور و اسلحه عطا صدای قیس آسیان خبرنگار و عکاس مشهور در بلخ را که از واقعیت‌های این جنایتکاران پرده برداشته بود توسط باند عطا دور کرد. روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما که راهی سفر به بیرون از کشور بودند، آنان که کارمند دفاتر خارجی اند، باید معاینات صحیشان را در صحت عامه طور رایگان تکمیل نماید، اما روال را ربیع طور عیار نموده بود تا همه شفاخانه های شخصی مولانا با پرداخت پول معاینات را انجام دهد. در این زمینه با کنسولگری ایران رسما قرارداد داشت. دفتر کاری ربیع با 3 کمربند امنیتی و 10 نفر مسلح گره خورده است و بیشتر شباهت به ساحات نظامی دارد. او فرد را به نام نظر که از قوم ترکمن است و زمان قماندان جهاد بوده و به صفت مسئول امنیتی جان و فامیلش تعیین نموده بود. اگر بخوای ربیع را ملاقات کنی باید با کسب اجازه از بندها بگذری. کانتین دروازه ورودی شفاخانه حوزه بلخ را ربیع جهت تشویق و دلگرم ساختن گروه امنیتی لاشخورش به نظر واگذار نموده بود. از سوی دیگر برشنار ربیع خواهر میرویس ربیع که با تقلب و زور به طویله ملت راه یافت. برشنار ربیع خواهر میرویس ربیع که قبلا مدیره مکتب فاطمه بلخی بود با کمک عطا به خانه دزدان یعنی پارلمان راه یافت. معلوم نیست که چی زد و بندها و قراردادهای میان این دو در مورد وکالت برشنا صورت گرفته است. همچنان دکتر افضل حدید رئیس شورای ولایت بلخ توسط ربیع به عطا معرفی گردید و ماه‌ها قبل از انتخابات شورای ولایتی عطا گفته بود که دکتر افضل از طرف من رئیس شورای ولایتی خواهد بود. ربیع با دادن رشوه $1 به داماد ربانی معین قبلی وزارت صحت عامه پروژه اصلاح شفاخانه را که چند سال به این سو عملی شده بود و تاریخ 7/12/1391 لغو نمود. این دزدان چنان نفرت بیپایان را در سینه هر هموطن ما کاشتند که در روز حساب خنجر زهرآگین و بیرحم انتقام مردم این ثروت‌ها را جبراً از حلقم گندیده این گرسنگان بیرون خواهد آورد و خودشان را در میان قفس‌ها در 4 سمت شهر به نمایش خواهند گذاشت. با این همه ربیع با ایرانی‌ها قرارداد بسته بود که طبق آن مریضانی که در مزار تداوی نمی‌شد با گرفتن ویزه رایگان ایران جهت تداوی به آن کشور فرستاده می‌شد تا شفاخانه‌های ایرانی جیب‌هایشان را خالی کنند. نام همین چپاول را تروریسم طبی درمانی گذاشتند که مرکز آن شفاخانه مولانا بود. ربیع کاملا آگاه بود که عموم مریضان لاعلاج با پاکستان یا هند می روند و از این دو کشور چیزی به او و باند تحت امرش نمی چکید. از سوی دیگر شهروندان در شهر مزار شریف از جنایت‌های میرویس ربیع چنین میگویند: ما رئیس صاحب صحت عامه را نمیخواهیم. رئیس صاحب صحت عامه برای ما توجه نمیکنه، به خاطر که ما در ویروس کرونا تقریبا 6-7 نفر ما جان باخته باشه در ویروس کرونا. رئیس صاحب توجه نمیکنه.